یه دونه میز درست کردیم، میز تحریر هاشوه. صورت باید میسته وقتی هم جمع کنیم. این میز ما یه مشکلی که داره، وقتی ما بازش کنیم سختی باز میشه. این موقعی که اینجا بخوایم الان میز رو برگردونیم میافته. این کار کنیم این اتفاق نیفته. چیزی که به ذهنمون رسید اینه که دو تا مگنت یا آهنربا اینجا قرار میدیم. وقتی این اومد رسید بهش از همینجا تکون نخوره. حالا می‌خوایم اینو اینجا بذاریم. مگنت اصلا جالب نبود، خیلی ضعیفه. یه چیز دیگه پیدا کردیم ما، این غلطک رو پیدا کردیم. حالا میخوام با این غلطک وصلش کنم ببینم الان چی میشه. دیگه تکون نمیخوره. وقتی هم که اینجوره میزو بلند میکنیم دیگه باز نمیشه. غلطک اینجا بود، غلطک اینجا قرار داشت و این بسته بود به این. موقع بستن گیر میکرد به ورق و کامل بسته نمیشد و حتی موقعی که این هم جمع میشد دوباره اینجا گیر میکرد و فاصله میداد. حالا ما یکی راه پیدا کردیم که این اینجا بست میشه و این یکی غلطک روش میخوره اینجا که در بست میشه. برای اینکه این غلطک وصل بشه به این دوباره یه چالش دیگه داریم. الان ما اینو که ببندیم اینجا الان یکم فاصله داریم ولی جایی یه غلطک فقط برای اون یکی رو جا نیست. برای همین باید کمی از این میله ها کوتاه کنیم. اینو جاشو تنظیم کردیم. حالا تا خواستیم جاشو پیدا کنیم خرابکاری هم کردیم. فعلا نمونه اولی است. اینو اینجا جوش دادیم، اینم پیچ کردیم و این بیاد اینجا قفل میشه. اینو تنظیم کنیم اینجا ارتفاعش هم زیاد بشه، یعنی از
25 سانت 30 سانت تا 60 سانت ارتفاعش کم زیاد بشه. خب نتیجه نهایی کار شدیم. یه میز تاشو که میره زیر تخت، زیر مبل جایی نمیگیره. باز کردنش به این صورته. شد کار ما. اگه بخوایم این ارتفاعش رو تنظیم کنیم چهار باز میکنیم و پل